الله میفرما و یسالونک عن الیتاما، سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام در مورد ایتام. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اصلاح لهم خیر، اصلی مقصد در یتیمایی است، اصلاح برای یتیمایی خیلی بهتر است. الله اراده داره که یتیم اصلاح شود. آدمی بی سرپرست است، کسی غمیش نمیخوره، تو باید در مورد مال ازی اصلاح مالش هم تو نظر بکنی. مالش قطع خود در مزاربت پرتو سری مالش کار بکو که نفقیش از همون مال شود. یکی اصلاح جانش هم بکو، تربیه بدنی، تربیه دینی، تربیه تعلیمی مکمل. برای ایتام تدابیر بگیره که یا اصلاح باشه، یا احساسی از زیر نکنه که ما پدر نداریم، یا نعوذ بالله کسانی نباشه که هیچ کس برش نگوید که قرابشی برش اینطور کسی پیدا نشه، خب بازی آزاد میشه، هر کاری که از دستش میکنه. از همون خاطر است که الله تبارک و تعالی میگه منظور اصلاح است. آل اصلاح به کدام صورت میشه؟ قل و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر شما قطع از یک جا میشوید، یک جا زندگی میکنی، فاخوانکم برادر دینی شماست، مثل یک برادر دینی که تو زندگی میکنی، مال قطع شراکت میکنی یا دکان شراکت میکنی، مکمل میشه. اما رعایت خیلی خوبی یتیم باید در نظر باشه. بل اینطور هم نمیشه که یک آدم اینطور فکر میکنه در ظاهر که من مال یتیم قطع مال خود یک جا میکنم به خاطر که مالش نمو بکنه، دی زیاد شوه، لیکن قصدی دیسته که نعوذ بالله بهانه و بهانه مال زیر از بین ببری. اینجا الله میگه والله یعلم المفسد، الله میدانه کسی که فساد اراده داره مفسد است، من المصلح است کسی که اصلاح یتیمه در نظر گرفته، مالش خودش قطع خود یک جا میسازه، کلگی را الله تفکیک میکنه، جدا میکنه. حتی عقیده و نیت و اراده ای که داری الله میدانه. مطلق مخالطت گناه نیست. مال یتیمه که قطع خود یک جا میکنی گناه نیست. ولو شاء الله، اگر الله میخواست لعنتکم، شما را تکلیف و مشقت واقع میکرد، امر میکرد که جدا زندگی کنه و بعد از او تمام مسئولیت هم در دوش شما میگذاشت، بسیار سرتان سخت تمام میشد. لیکن الله تبارک و تعالی قانونی سخت مقرر نکرد، حالی برای شما اجازه داد مال یتیم قطع مال خود یک جا کو، معلوم است مقدارش. حالی تو سرمایه، کلی سرمایه 10 لک افغانی است، 2 لک از یتیم است، 10 لک افغانی را در دکان انداختی، کار از توست. تو یا ایسته که مزدوری تا همه روزه بگی، یا معاش ماهانه به خود مقرر کو، یا ایسته که نه به طریق مضاربت که پول و کار کردنی فایدهش نصف باشه. نصف فایده که برآمد در 10 لک افغانی تقسیم کو، آن چیزی که یسی 2 لک میرسه برای از داده برو. آسان گپ است، هیچ کدام سختی نیست. الله سرتان آسانی را آورد. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله تبارک و تعالی زبردست ذات است. اگر بخوای انتقام از کسی که سر یتیم ظلم میکنه انتقام از پیش گرفته میتونه. حکیم، الله حکیم است، هیچ حکم خارج از طاقت انسان نمیکنه که انسان وسش نرسه و ی حکم بکنه. ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، به نکاح نگیری زنان مشرکه تا ای که ایمان بیاره. دیگه حکم در اینجا، البته چرا این مسائل در از اول که شروع شده بود از مسئله شراب و قمار، مسئله اقتصادی بود، مادی بود، به خاطر که اقتصاد در خطر میافتاد، الله تبارک و تعالی گفت او باید رعایت شود. بعد از او به این خاطر که اقتصاد نمو بکنه، انسان کلی سرمایه را قطع خود نگیره، چیزی زایده به فقیر هم بده. قل العفو در اونجا هم رشد اقتصادی بود. بعد از او مال یتیم که یکی از جمله سرمایه هاست، اموتور راکت نباشه، که جامد نباشه، که قرار افتاده باشه سرش کار نشوه. الله تبارک و تعالی چقدر اهمیت میده اقتصاده که حتی امو پولی کمی که در یک گوشه است او را باید در کار بندازی، نمو بکنه، او زیاد شوه، ترقی بکنه. شما یکی با دیگه دست بده و ای را بالا ببره. چرا؟ سرمایه ها را اموتور جامد نسازه، در کار پرته تا که رشد اقتصادی، جامعه رشد اقتصادی بکنه. اینجا الله تبارک و تعالی اشاره به این میکنه که یکی از جمله فساداتی که در جامعه میشه از اقتصاد پیدا میشه. دوم فسادی که میشه از نعوذ بالله دین و عقیده پیدا میشه. اینجا مثل که فساد از اقتصاد تباه کن است، این هم قسم فساد عقیده هم تباه کن است. موضوع چی موضوع است؟ زنان مشرک در نکاح گرفتن نمیتونه ولو که خیلی مالدار است، خوب مال و سرمایه داره و خوب زیبایی و قشنگی داره. الله تبارک و تعالی تا حدی رئی را میاره که یک کنیزی که کنیز است، رنگ خوب هم نداره، خوب با دیانت است، بهتر است،
از او زنی که مشرک است خو مالدار و خوب جمالدار است. قرآن مقایسه میکنه زن مشرک با زن کنیز که عقیده داره. اینجا است که برای ما و شما ای اونمو امر میکنه که لعلکم تتفکرون فی الدنیا و الاخره، در امور دنیا و آخرت تفکر بکنی. حالا یک زن است کنیز است، رنگ زیبایی هم نداره، کنیز است، یعنی خدمت به دیگران میکنه، خب لیکن عقیده صحیح داره، او بهتر است از او زنی که مشرک است و مالدار است. این حکم چرا دو فایده را در خود داره. یک فایده است که مبادا مسلمانان یک دفعه فتوحات اضافه میشه، بعد از رو بیاره طرف اینمی طور زنا و زنای مسلمان نعوذ بالله همونطور باقی بمانه. چرا امروز اگر به مردم اجازه داده شود مردم تفکیک نمیتونه آینده زندگی خدا. امو زنایی که نعوذ بالله لچ میگرده، خوب فیشن میکنه، خود اعضای خود خوب نمایان میکنه، مردم امور خوش میکنه. اما تو راست نیست، اما در حقیقت و انجام آگاهی نداره که سرنوشت کجا میرسه. این سبب از این نشوه که زنای مسلمان از نکاح باقی بمانه. یک فایده شی بود. دوم فایده این قاعده است که هرگاه مخالطت و همراهی قطع کسی پیدا شوه و او کس آلوده باشه، حتما خوی و بوی اونمو مردم در تو هم پیدا میشه. چرا که هر قدر مجالست تو نشست و برخاست باشه از امون مردم نفرت کم میشه. امروز دنیای کفر که استعمار امروزی زیاد تلاش داره قطعی ما و شما بشینه مجلس کنه، اینا به خاطر چی میکنه؟ که همون نفرتی که قرآن با یهود و نصارا و با مشرکین اعلان میکنه این نفرت از بین بره. امروز همون طور شده یا نه؟ قطعی تو مسلمان نفرت داره، قطعی یهود و نصارا نفرت نداره. او را عزت میده، تو را نعوذ بالله عقب مانده فکر میکنه، تو را کونه فکر میگه، او را دانشمند و مترقی میگه. این به خاطر است که دنیا استعمار فهمیده که ما به چی وجه میتونیم خود داخل جامعه مسلمان ها بسازیم. قرآن کریم میگه پاره برای ما میگه که نه، قطعی کفار، قطعی کسی که فساد اخلاقی داره، دینی داره، مخالطت نشست و برخاست خوب نیست. چرا؟ به خاطر که خوی و خاصیت از او در تو تاثیر میکنه. محیط خیلی مؤثر است. در کدام محول و محیط زندگی میکنی بسیار سر انسان تاثیر اندازه. اگر اون محیط دینی باشه سری تو بالکل تاثیر دینی میاد. اگر اون محیط خراب باشه بس دیگه سری تو تاثیر میکنه. وقتی که در مکران مردم زندگی میکنه ازر زینه دخترای پایین میشه که حجاب هیچ دیده نمیشه، سری تو ریشخند میزنه. تو مجبور هستی که آینده حجابی تا دور کنی. محیط سر تاثیر میکنه، امور رقم جور میشی. قرآن کریم امیر میگه باز مسئله عمر است. چرا؟ زن شریک زندگی است، زن مادر اولاد است، زن تربیت کننده یا مربی کانون خانواده است. این باید چه قسم انسان باشه؟ مطمئن باشی که اولادی درست تربیت کنه یعنی که غلط تربیت بکنه؟ نه، قطعا نه. باید انسان در این مورد فکر بکنه. قرآن امیر میگه ولا تنکحوا المشرکات، شما نکاح نکنه زن مشرکه حتی یؤمنن، تا ای که ایمان بیاره. تا که ایمان نآورده قطعی زن مشرک نکاح حرام است. اگر کسی نکاح میکنه نعوذ بالله الزناست. اما بعد از مهاجرت، بعد از دی افغانستان که انقلاب پیدا شد، مختلف مردم ما در مختلف مملکت ها رفته، امونجا بدون از اینکه و اسلام آورده باشه قطعشان ازدواج میکنه. نمیفهمه. یکی از جمله ریش سفیدا خودش برای ما واقعات بیان کرد. یقینا بسیار واقعاتی در داوری بود. چرا گفت نمیفهمیدیم. نعوذ بالله توافق می آمد فکر میکردیم این زنی واقعی ماست. پس آن میگه کلمه کار کرد که تو چی میکنی؟ این چه قسم است؟ دین خوی طور نگفته ولی زن بری تو شده میتونه. بعد از او ترک کردیم. امروز بسیار مردم ما مبتلا به می گپاسته، نمیفهمد، درک نمیکنه. قرآن میگه قطعی زن مشرک نکاح نمیشه. ولا امة مؤمنة، یقینا کنیزی که مؤمن باشه خیر بهتر است از 1000 زنی مشرک کرده، من مشرکتین از زنی مشرک کرده. اگرچه او آزاد است، خیلی مالدار است، زیبایی و جمال داره. ولو اعجبتکم، اگرچه شما را تعجب مندازه جمال از او، زیبایی از او، مال از او، آزادی از او را، مهارت از او را. ولا مخو پشتی چی میگردم؟ کامپیوتر یاد داره، معاش داره، در فلانی دفتر کار داره، او را پشتش میگردم. قرآن برات میگه نکو زندگی تا خراب و ابتر نکو. یقینا امروز خو این گپا بالکل واقعیت داره، سند است، تجربه بزرگ است که کدام زن قطعی تو زندگی میکنه، کدام زن آبروی تا میخره، کدام زن آبروی پدری تا میخره، کدام زن آبروی برادر و مادری تا نگاه میکنه. تو خوب سنجش بکو بازو تر زنه. نه زنی که
نه زنی که بیاری خو سبا برادرت نامبد باشه قطش او را محکم گرفته باشه نعوذ بالله تو رم چپیلاخ کاری کنه نه اعلام میتونی در بدر خاک بسر میشی. افسوسی نیسته. الحمدلله دین اسلام ما را به کدام طرف دعوت میده و دنیای کفر کدام طرف دعوت میده؟ دنیای کفر میگه ضرورت به نکام نیست، کارا کلگی برابر شوه. امو کاری که مرد میکنه دکاندار امو را زن هم بکنه، در فابریکه کلگی یکسان باشه، خلاص باز دیگه زن و مرد یک جای میشه. ضرورت به نکاح کجاست؟ زندگی حیوانی امیره میگه که تفکیک نمیشه. افسوس است که بازم مردمای خیلی عقلمند ما در سطح وزارت هاست، لیکن دخترایش نعوذ بالله مثل دخترای فرانسه وارث، زنش مثل زن آلمانی وارث، در بازار میگرده، رفت و آمد داره. چرا؟ ای مسلمان، الله تبارک و تعالی چی برات میگه؟ تو چه قسم مسلمان هستی؟ افتخار سری چی میکنی؟ شما خود تجربه کنی. امو کسایی که نعوذ بالله با می سیستم زندگی میکنه، زندگی خوبی نداره، جنجال در خانوادهش پیداست، منجر به طلاق میشه. یک روز زن از توست خو لیکن سرحدش در دیگه جای میبره. نکو. اسلام که کدام قوانین و ضوابط گذاشته بسیار اهمیت زیاد داره، مصلحت خیلی زیاد داره. آزادی را به این سیستم نده. ولا تنکحوا المشرکین، به نکاح نده مردای مشرکه. شما دخترایتان همشیره هایتان ندی به مشرکین به نکاح، حتی یؤمنوا تا که ایمان بیاره. چرا؟ ولا عبد مؤمن، غلامی که خیلی بدرنگ مالم نداره، غلام است مؤمن باشه، خیرون بهتر است من مشرکین، از مرد مشرک کرده. ولو اعجبکم، اگر چی خوشی شما میاد، شما را در تعجب انداخته، اما مشرک مالش، جمالش، آزادیش، مهارتش، علمش، دکتریش، انجینریش، نه وارد نظر نگیره. قرآن ما را اونجا گفته بود لعلکم تتفکرون، فکر بکنی. فکر بهترین چیز است، خصوصا در ازدواج بسیار عمیق فکر بکنی. بعضی جوانای طور است فقط یک دختر، نه دل مرا برده، ما که اون نباشه نمیشه، نه دل مرا برده. چی؟ زن برای چی است؟ تو یک دفعه فکر بکو که زن منظورش نعوذ بالله هوسرانی نیست. زن این خشت اول اجتماع است. ازدواج، اجتماع و معاشره زینمی جور میشه، این صاحب اولاد میشه، تو صاحب اولاد میشی، تو رشته ها و قارب خیلی زیاد پیدا میکنی که آلی درک بکنه، بدانه، از ضمیر تو خبر باشه که تو چی رقم ضمیر داری و مطابق ضمیر تو زندگی بکنه. همین قسم بعضی دخترها یک بچه لوچک و فاسقه محکم گرفته می باشه که هرچه پیشنهادا برش میشه، پیشنهادا میشه که دیگه جای نه، ما دلی مرا برده. دلی تا چی برده؟ آلی الله علتش میگه، فلسفهش کدام است؟ ببینی که مقایسه چی رقم میشه. اولئک یدعون الی النار، امی مردم مشرک دعوت به سوی آتش جهنم میده. تو خود زندگی دنیا را در نظر گرفته که شوفش دنیا را 4 روز این طرف بده و طرف بده، در چمن دست به دست بگرد، قطع از او عکسا بگی، اوجا عکس بگی، در اونجا قطع گل عکس بگی، قطع زن عکس بگی. یک عکسای در اینترنت هم تیت شده رایسته. خوش به ایستی که این شهرت پیدا کردم. الله برات میگه دعوت به سوی آتش میده. این کارا کلش دعوت به سوی آتش چی است؟ جهنم. چرا؟ او مشرک است نماز نمیخونه، تو هم بی نماز میسازه. او مشرک است شراب میخوره، تو هم یک روز عادت به شراب میکنه. او مشرک است فرقی نمیکنه تو شوهر یا کسی دیگری که قطش این جور میایه، باز تو هم عادت به این میکنه که تو هم امرای کسی دیگری باشه. قرآن چقدر مقایسه عظیمه برای ما بیان میکنه. بس همین یک گپ کفایت میکنه. اولئک یدعون الی النار، این مردم ها فقط در آتش تو را دعوت میده. معلوم شد که مقایسه مسائل مادی با دین خیلی زیاد مسافه دور داره. دین معتبر است. دختری را بگی که دین داشته باشه، بچه را بگی که دین داشته باشه، با خانواده ارتباط خیشی بکو که دین داره. خیر است، غریب است، فقیر است، خانه گلی داره، نه موتر داره، نه کشوفش داره، لیکن عزت داره، آبرو داره، حیثیت تو را باز میشناسه، قطع تو زندگی میکنه، سختی را متحمل میشه. تو باید درک بکنی. قرآن ما را دعوت میده مقایسه دین. همیشه معیار باید پیش انسان دین باشه، این مال و متاع دنیا نباشه. با تاسف که امروزی غلط چی شده، فلانی نه دکتر نیستم من نمیگیرم شه، انجینر نیستم من نمیگیرم شه، در خارج نیستم من نمیگیرم شه، اینی کارا را میکنه. خب با تاسف که تعالی را کم از کم 10 خواهر از امو افرادی که در خارج زندگی میکنه نکاح میکنه، لیکن اینجا نه الاس
و نه کاله است. هیچ حیثیت انسان هم برش قائل نیست. در جنجال باقی مانده که چه قسم زندگی بکنه. پیش خود مراجعه کرده و از پیش ما مشوره ها طلب کرده که چی کنیم، علت کجاست؟ علت این همیست. او مردم لاابالی است، در قصه زی نیست. 4 روز میای قطی تو ترنگ خود خوش تیر میکنه، باز میره، باز تو دیادت نیستی. و احساس مسئولیت نمیکنه که مزن دارم، و احساس مسئولیت نمیکنه که اولاد پیدا شوه، خانواده تنظیم شوه. نه این گپا نداره. قرآن به یک نقطه خلاصه کرد که اولئک یدعون الی النار. این مردم آدم دعوت به آتش میده. تجربه کنیم کدام زنی که بیدین باشه رفته در کدام خانه، مرد خودم بیدین ساخته الا ماشاءالله. خیلی کم مرد است که یقینا زیر فشار زن نرفته باشه یا زن زیر فشار مرد نرفته باشه. دیگه خامو گپ است. چرا که خوی و بوی خصلت از او در یک خانه سری تو بسیار تاثیر داره. والله یدعو الی الجنه والمغفره. الله دعوت میده به سوی جنت و بخشش باذنه، به فرمان و حکم خود. الله میگه که ای بنده تلاش جنت بکن. جنت کی حاصل میشه؟ خوشا به حال او شوهری که زنش آیسته آیسته در رویش آب میزنه میخیزانش که بخی تهجد بخون. در حدیث همینطور است. در حدیث همینطور است که شوهر میخیزه با زن خود همینطور قطع آب در رویش میزنه که بخی تهجد بخون و زن میخیزه شوهر خدا. او به او تلاش داره که تو نماز چرا نخوندی. او به او میگه، یعنی اونو وقت زندگی پیش میره که هر کدام خود ملتزم به احکام الله داشته باشه، که ملتزم به حکم الله به نماز داشته باشه. ملتزم به حقی تو نداره، بالکل حقوقی تو را مراعات میکنه، امری تو را مراعات میکنه. چرا؟ او پابند دین است. دین برش فرمان داده که تو اطاعت شوهر بکن. اگر شوهر همینطور ملتزم به نماز و به عبادت الله است، او حتما میفهمه که رجال قوامون علی النساء. من مسئولیت خیلی خطیر و بزرگ در مورد اولاد خود دارم. ما باید بسیار مراقبت جدی از اولاد خود بکنم. اما در صورتی که عقیده و دین نباشه این مسائل هیچ است. قرآن امیره بر ما میگه که الله شما را دعوت به سوی جنت و مغفرت میده. یقینا جنت کدام جنت است؟ در این دنیا هم جنت وقت است که زن صالح انسان باشه، که تربیت اولاد خوب بکنه، عفت و پاکدامنی داشته باشه، عزت تو را نگاه بکنه. همین جنت است. جنت چی را میگه؟ اینمی جنت است در دنیا برای تو. نباشه جنگ جدل، هر چیزی میمانید، پدرت، مادرت، اقاربت کلگی بیای همینطور برای دعا بکنه که الله برادری ما را، الله بچه ما را اینی قسم چی بده. چی زنی است؟ همه اخلاق است، همه ادب است، همه یک دم احترام و تعظیم است. اینطور نه که سنو باشه کشک از مویای خوشوی خود ده چپلاق کاری که تو اینجا چی زندگی داری. دین روز چیستا یکی از خواهر آمده بود، الله رحم بکنه، سخت حالت است. امی تلویزیونای چیستا مزخرف، امی فیلمای مزخرف روان باشه، شما شاهد صحنه های خیلی بزرگ شوی، خیلی زیاد بزرگ شوی. الله رحم بکنه. بسیار سخت است. الله ما شما را نگاه بکنه. و یبین آیاتی، واضح بیان میکنه الله احکام خدا، للناس برای مصلحت مردم، برای فهم مردم، لعلهم یتذکرون، شاید که مردم نصیحت بپذیره. چقدر نصیحتی خوب است، چقدر نصیحتی خوب است که آدم پشت دین بگرده. خلاص پشت دین بگرد، الله دیگه گپار خود به خود جور میکنه. خود تو پشت دین بگرد. از اینکه در مشوره نیک الله براتان مشوره داده در مورد نکاح. الله براتان چی مشوره داد؟ ایره در ذهنتان بگیره. اگر بچه هستی، اگر دختر هستی، اگر فامیل هستی. و یسألونک عن المحیض، سوال میکنه از توی پیغمبر علیه السلام. در اونجا اجتناب از نجاست بزرگ بود که شرک اکبر بود. کسی که مشرک بود از او دور داشته باش. آل نجاست اصغر است. و یسألونک، از تو سوال میکنه پیغمبر علیه السلام، عن المحیض، از حالت حیض، یعنی زنانی که در حالت حیض قرار داره آیا آمیزشان بستری امرایشان چطور است؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام هو اذن، امی حالت حیض حالت اذیت است. فاعتزلوا النساء، شما اجتناب کنی از زنا فی المحیض در حالت حیض. ولا تقربوهن، نزدیک نشوی برش، حتی یطهرن، تا که پاک شوند، یعنی خون بند شوه. فاذا تطهرن، وقتی که خوب خدا پاک کردن، غسل کردن، فاتوهن، آمدن کنی، من حیث امرکم الله، یعنی شما اختلاط جنسی بکنه از او جایی که الله امر کرده شما را. ان الله یحب التوابین، یقینا الله تبارک و تعالی دوست داره او کسانی که توبه کننده است، بار بار رجوع به سوی الله میکنه.
در مورد قصور و کوتاهی خود و یحب المتطهرین، دوست داره الله کسایی که تکلف یعنی خیلی طاقت خود خرج میکنه در پاک بازی و پاک کردن، خود پاک نگاه میکنه. این سوال هم شده. سوال چرا شده؟ در مدینه منوره یهود سکونت داشتن. یهود چی میکردن؟ یهود با زن اینطور یک معامله میکرد که حتی انسان هم نمیشمرد. در حالت مریضی زن قطع زن نشست و برخاست حرام بود. حتی اگر دستشان در دست زنی حایزه میخورد و دست خود باز میشوشتن، نعوذ بالله، میگه نجس شد. نان از دریچه به او طور زن میپرتافتن. قطعش مجالسات نشست برخاست و قطعا نبود. از همین عمل یهود یک تعداد مردم مدینه منوره متاثر شده بودند. یا هم قطع زن ها همونطور روش خشونت آمیز و نعوذ بالله نفرت آمیز شروع کرده بودند. و او طرف نصارا قطع دمی حالت مریضی هم هیچ نوع چیره باقی نداشتن، نشست برخاست، حتی آمیزش جنسی و ای گپا را هم انجام میدادند. اسلام دین وسط است، همیشه هیچ جای افراط و تفریط نمیکنه. پروردگار جل جلاله حکم روان کرد که در این حالت اجتناب بکاره است. چرا؟ قرآن کریم گفت هو اذن. اذن یک کلمه است که خیلی جامع است. سبب اذیت است، ضرر است. سبب ضرر برای زن، سبب ضرر برای مرد، سبب ضرر برای اولاد. ارسش طب جدید ثابت میکنه که کسی در حالت حیض همبستری میکنه با زن خود، بسا اوقات این منجر به عقم میشه، بالکل اولاد دیگه ختم میشه. بعضی اوقات مرض پیدا میشه در وجود خود مرد، بعضی اوقات در وجود خود زن. انواع مرضات توسط ازی پیدا میشه. چرا؟ تحقیقات خیلی تفصیلوار ازی را دکترا میکنه که چه حالت در او حالت اگر کسی آمیزش میکنه رغبت انسان کم میباشه، با از او که طبیعت انسان قبول نداره، ولی بازم اونجا در رحم مادر انواع دیگرگونی ها را به وجود میاره. حتی بعضی اوقات امو آمادگی که رحم مادر داره برای پذیرش اسپرم مرد، امو را دیگه از بین میبره، دیگه خلاص میشه. طب جدید آلی امروز دیگه پارا ثابت میکنه. قرآن 1400 سال پیش فقط به کلمه ازی تمام مفاسد چیکت انگشت نما کرده بود که شما در این حالت یک جا شده نمیتونه. اما اینطور نیست که نعوذ بالله زن نجس باشه، قابل نشست و برخاست نباشه. از عایشه رضی الله عنها مادر مومنان سوال شد که پیغمبر علیه السلام در حالت مریضی چه میکرد؟ گفت پیغمبر منع میکرد فقط نکاره، دیگه هیچ چیزی دیگر منع نبود. یعنی حتی چیستا یک جا خوابا میکرد پیغمبر علیه السلام، فقط از جای نکاح خودداری میکرد، دیگه خیر و خلاص، دیگه چیز منع نیست. حتی بوسه کردن و این گپا هم منع نیست. چرا؟ اسلام دینی وسط است، در افراط و تفرید نیست. نه یهود واره که زن نعوذ بالله بیخی یک حیوان فکر بکنه، و نه نصارا واره که هیچ اجتناب نباشه، نعوذ بالله. الله تبارک و تعالی این حکم روان کرد و در اینجا برای مسلمانان دستور داد که یقینا دستور مناسب و خیلی موزون است و آن چیزی است که یقینا کسی در تکلیف واقع نمیشه تا وقتی که پاک شوند زنا، حتی یطهرن. وقتی که پاک شوند، اگرچه بعضی مفسرین میگه با مطلق بند شدن و یک وقت نماز سرش تیر شدن باز جایز است هم بستری کردن، مثل در فقه حنفی هم طور است. اما قرآن کریم فیضا تطهر نمیگه. زمانی که خوب پاک شوند و خوب پاک شدن توسط غسل است، بعد از او باید هم بستری شود، غیر از او هم بستری نشود. درسی که در